خدمت دوستان عزیز همراهان گرامی، گوشی آصفی که کور سامسونگی برام اومد 4 روز پیش با مشکل خاموشی که دو سه جا هم برده بودن، حالا همکارا یا قطعه‌شو نداشتن یا نتونستن دستگاه رو اوکی کنن، آوردم ما ایرادو پیدا کردیم. آی سی شارژ گوشی ایراد داشت، پایه اتصالی داشت، پایه رو ترمیم کردیم با یووی، بعد آی سی رو ریوال کردیم، گذاشتیم گوشی درست شد. آمپر کشید قشنگ اومد بالا، تصویر نداد. من دیگه حقیقتا روش کار نکردم، یه خورده کار داشتم. باز حالا امروز اومدم نشستم روش، از طریق نقشه خیلی راحت این مقاومت رو جامپر زدم به پایه اول کانکتور که اینجا تو نقشم بهتون نشون بدم. اینجا به این پایه حالا اولی و دومی مشکل تصویر دستگاه درست شد، گوشی اوکی شد، اومد بالا. به اینجا هم بخوام بهتون نشون بدم ببینید شما این مقاومت رو